سلام دوستای گلم. درس امروز ما درباره کمک گرفتن و کمک خواستنه که برای هممون پیش میاد. امروز تصمیم داریم درسمون رو به این موضوع مهم اختصاص بدیم و اطلاعات کافی رو در اختیارتون قرار بدیم. از اینکه همراهمون هستید خوشحالیم. اوکی. به سه حالت میشه پیشنهاد کمک داد. در اولین حالت میگیم Let me help you. در حالت دوم میتونیم بگیم Would you like some help with؟ و در حالت سوم میگیم Can I help you with that؟ که بستگی به موقعیتی که توش قرار داریم، گزینه اول در حالت غیر فرمالیته هستش و گزینه دوم در حالت فرمالیته یا مؤدبانه و گزینه سوم باز در حالت غیر فرمالیته یا معمولی. حالا بریم به بررسی هر کدوم از اینها تا یاد بگیریم کجا و در چه موقعیتی باید ازشون استفاده کرد. تقریباً هر سه حالت رو میتونیم در هر موقعیتی به کار ببریم. اما اگه دیدین کسی داره با یک چیزی ور میره و نمیتونه انجامش بده و یا به سختی انجامش میده، باید بگین Let me help you و یا بگین Can I help you. ولی اگه دیدین کسی داره کار خودشو به راحتی انجام میده و تقریبا نیاز به کمک نداره، به عنوان تعارف میتونین بگین Would you like some help with that؟ حالا اگه دیدین اون شخص داره وسایل زیادی با خودش میبره و به سختی داره انجامش میده، باید بگین Let me help you carry something. یعنی بذارین منم چند تا از اونا رو بردارم. ولی اگه دیدین یک نفر داره یک چیزی رو بلند کرده و میخواد بذاره بالا، باید بگین Let me help you put that up. و برعکس، اگه بخواد چیزی رو از بالا بذاره پایین، باید بگین Let me help you get that down. حالا اگه خود شما یک وسیله سنگینی رو زمین بکشین، دوست دارین چی بشنوین؟ راستشو بخواین، اگه من بودم، دوست داشتم یک نفر بهم بگه Let me help you move that. Can I help you؟ یا How can I help you؟ هر دوتای این جمله ها به یک معنی هستن و هر دوی اینها رو زمانی به کار میبریم که نمیدونیم کسی که میخوایم کمکش کنیم یا اون از ما کمک خواسته دقیقاً چی میخواد. مثلا از یه اداره به ما زنگ زدن و میخوان چیزی به ما بگن، یا یه نفر میخواد با ما صحبت کنه که نمیدونیم درباره چی میخواد با همون صحبت کنه. و یا به عنوان یه فروشنده داخل مغازه نشستیم که یه نفر وارد میشه. در این گونه موارد از Can I help you یا How can I help you استفاده میکنیم و میگیم چطور میتونم کمکتون کنم یا چه کمکی از دستم برمیاد.